بیاین این تیکه از کتاب رو با هم بخونیم. شوپنهاور هم به نوبه خود تسلیم سرنوشت شد. این احتمال را پذیرفت و اظهار کرد در این دنیا تنها یک انتخاب وجود دارد. انتخاب میان تنهایی و پستی. او باور داشت باید به همه جوانان آموخت چگونه با تنهایی کنار بیایند. با این حساب تصمیم به دوری از مردم حتما به این معنی نیست که هیچ علاقه‌ای به همراهی آنها وجود ندارد. ممکن است تنها بازتاب نارضایتی از چیزها یا کسانی باشد که در دسترسمان قرار دارند. تنهایی موضوع مهمیه که همه ما آدم‌ها باید یاد بگیریم چطوری باهاش کنار بیاییم. تنهایی اگه انتخابی باشه خوبه. بعد از اینکه منشأ تنهایی رو شناسایی کردیم، اون رو به خلوت سازنده تبدیل کنیم. مثل کتاب خوندن، یادگیری مهارت جدید و هر چقدر هم که برامون سخته، سعی کنیم ارتباط عمیق با یک یا دو نفر که بهشون اعتماد داریم برقرار کنیم. ارتباط معنادار، نه سطحی. در آخرم یادمون نره که با خودمون مثل یک دوست مهربون رفتار کنیم.